ارن یگر یه بچه نقنقو که بعد گیر آوردن قدرت تایتانا فاز هیتلر برداشت و میخواد همه تایتانا رو نابود کنه و من وقتی دیدم میکاسا تنهایی مونده توی سلول و یه ذره داره قصه میخوره دلم براش سوخت و تصمیم گرفتم ارنم دستگیر کنم. سلام بچه‌ها، من مجرم هستم. اینجا جرمشون چی بوده؟ متهم ردیف اول ارن نجات پرست. ごめんください。おいガキでももう心配いらないよ。おじさんたちと一緒に行けば。ありがとうおじさん。もう分かったからさ。死んじゃえよクソ野郎。 قتل 15 سال حبس. このけだものめ死んじまえ。お前らなんかこうだ。こうなって当然だ。もう立ち上がるな。 بازم قتل. حالا اینکه تایتان و آدمن رو در نظر نمیگیریم ولی برای نابودی اموال $100,000 جریمه. 並びにどうハッカーマンあるれると今貴様らがやっている行為は反逆行為だ。 خیانت اعدام. اقدام به قتل 15 سال حبس. この注射はエルヴィンに打つ。さっきアルミンに使うって。俺は人類を救える方を生かす。邪魔をするな。その通りだがここにエルヴィンが現れた以上エルヴィンに使う。 سرپیچی از دستور موافق 10 روز حبس. はあ？何それどういうこと？何しに来たんですか？出ろ。懲罰ならまだ10日ほど残っていますが。終わりだ。10日分の罰なら今ハンジが与えた。ザクレ総統には掛け合ってるから安心してよ。鎧と超大型を地に伏せた英雄を牢に入れていてはそれこそ示しがつきませんってね。 و به خاطر قهرمان بودنشون اون 10 روز ازشون کم میکنیم. خب ارنجام بریم برای جمع‌بندی. شما یه دونه اعدام دارید، 45 سال حبس و $100,000 هم جریمه. و خب اینم از این. ارن هم گرفتیم و جرمای زیادی هم انجام نداده. نه؟ ای بابا این که فرار کرد. خب فکر کنم باید بریم دوباره بگیریمش و فصل 4 توی ویدیو دیگه درست کنیم. بچه‌ها همین می‌خوام یه ایده خیلی خفن اجرا کنیم. یکی از سابسکرایبرها این ایده داده و گفته که بد نمیشه اگه شماها از شخصیت مورد علاقتون دفاع کنید. مثلا یکیتون هست از سایتامو خیلی خوشش میاد و به عنوان وکیلش میاد اون زیر توی کامنت ها ازش دفاع میکنه و منم جوابشو میدم. ولی تا اون موقع بچه‌ها اگه ویدیو خوشتون اومد لایک و ساب یادتون نره. حتما نظراتتون رو زیر بنویسید. من مجرم هستم. روز و روزگارتون خوش.